میدونستی زمان توی همه سازهای یکسانه و اون چیزی که سازها رو از هم دیگه متمایز میکنه صداشونه؟ اگه میخوای این نکته رو خوب متوجه بشی تا آخر ویدیو با من باش. کلی موسیقی شامل صدا و زمان میشه. زمان در همه سازها مشترکه و چیزی که سازها رو از همدیگه متمایز میکنه صدا هستش. موزیسین ها اومدن و یک فرمول کلی برای زمان سازها قرار دادن که شامل این نوت ها میشه: نوت گرد، نوت سفید، نوت سیاه، چنگ، دولاچنگ و سلاچنگ. طولانی ترین و کندترین نوت سفید میشه. یعنی ما هرچی از نوت سفید به سمت پایین بیایم کشش بین نوت ها کمتر میشه و سریعتر میشه. مثلا ما اگه فرض کنیم که نوت گردمون 4 ضربه است، نوت سفید 2 ضربه، یعنی نوت گرد تقسیم میشه به 2 تا نوت سفید تقسیم میشه به 2 تا نوت سیاه به 2 تا چنگ، دولاچنگ و سلاچنگ. یعنی اسم نوت گرد داریم دست میزنیم، به این حالت ما دست میزنیم داخل مهمونی: 1 2 3 4 1 2 3 4. در واقع کشش همون فاصله بین نوت ها میشه. ببینید 1 2 3 4. الان اگه بخوایم این رو با نوت سفید اجرا کنیم نصف میشه: 1 2 1 2 1 2. نوت سیاه همینطور نصف میشه: 1 2 3 4. نوت چنگ 1 2 3 4. الان ما میخوایم این ریتم رو با این ماژیک اجرا کنیم. نوت گرد 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. نوت سفید 1 2 1 2 1 2 1 2. نوت سیاه 1 2 3 4. نوت چنگ 1 2 3 4. نوت دولاچنگ 1 2 3 4 و هم 1 2 3 4 و این سرعتش زیاد میشه. ما برای هر نوتی یه دونه سکوت هم داریم. این سکوت ها باعث میشه که ریتم های ما خیلی زیباتر بشه و یک جایی در موسیقی ما باید یک لحظه سکوت کنیم که اگر سکوتمون به این شکل باشه میشه همون سکوت نوت گرد که اندازه نوت گرد ما باید سکوت کنیم. یعنی به اندازه 1 2 3 4 سکوت و بعد نوت بعدی. این مال نوت سفید که 1 2 سیاه 1 2 چنگ دولاچنگ و سلاچنگ. این سکوت ها رو هم در نظر داشته باشیم داخل موسیقی که هر موقع اینها رو دیدیم باید به همون اندازه‌ای که نوتشون رو ضربه میزنی سکوتشون هم رعایت کنیم. ممنون میشم اگه این آموزش ها براتون مفید کانال من رو سابسکرایب کنید.